نیکولای کوچک، نامی که شاید در نگاه اول ساده و بی اهمیت به نظر برسد، اما همین نام امروز در تاریخ ونزوئلا مترادف است با فروپاشی، فقر، مهاجرت، گرسنگی و نابودی امید. داستانی که میشنوید داستان یک فرد نیست، داستان قدرت گرفتن ایدئولوژی بر عقلانیت است. داستان مردی که با شعار عدالت آمد و با واقعیت یک ملت را به خاک سیاه نشاند. نیکولای کوچک در خانواده‌ای کارگری به دنیا آمد. پدرش رهبر اتحادیه کارگری و فعال سیاسی چپگرا بود. خانه‌ای که سیاست، مبارزه، نفرت از سرمایه‌داری و دشمنی با غرب جزئی از زندگی روزمره‌اش بود. نیکولا در مدرسه‌ای در محله‌های پایین شهر تحصیل می‌کرد. همانجا رئیس انجمن دانش آموزی شد، نه به خاطر دستاورد علمی، بلکه به دلیل روحیه تشکیلاتی، قدرت سخنوری و تمایل شدید به فعالیت سیاسی. او هرگز موفق نشد دوره دبیرستان را به پایان برساند، اما خیلی زود آموخت که برای رسیدن به قدرت مدرک مهم نیست، ایدئولوژی مهم است. در سن 24 سالگی نیکولا به همراه دیگر فعالان چپگرا راهی هاوانا شد. سفری مخفیانه برای آموزش در مدرسه‌ای به نام ملا. مدرسه ملا یک مرکز آموزشی معمولی نبود. این مرکز تحت نظر اتحادیه جوانان کمونیست کوبا فعالیت می‌کرد و مأموریتش تربیت کادر، رهبران و فعالان سیاسی وفادار به ایدئولوژی کمونیسم بود. در این دوره یک ساله نیکولا با آموزه‌های لنین، مارکس، سوسیالیسم، کمونیسم و نگرش‌های شدید ضد آمریکایی آشنا شد. او با انقلاب‌ها، مبارزات ضد امپریالیستی و روش‌های قبضه قدرت از طریق ایدئولوژی آموزش دید و تحت نظر یکی از اعضای ارشد حزب کمونیست کوبا که از نزدیکان فیدل کاسترو بود تربیت شد. همین دوره او را به یکی از نزدیکترین افراد به رژیم کاسترو و برادرانش تبدیل کرد. نیکولای کوچک حالا دیگر یک فعال ساده نبود. او ساخته و پرداخته یک نظام ایدئولوژیک تمام عیار شده بود. پس از پایان این دوره نیکولا به وطن بازگشت. شغلی که انتخاب کرد رانندگی اتوبوس بود. اما این شغل فقط پوششی برای فعالیت سیاسیش بود. به سرعت و با توجه به ویژگی‌های شخصیتیش به ریاست اتحادیه رانندگان اتوبوس رسید و به یکی از فعالترین چهره‌های سیاسی چپگرا تبدیل شد. در دوره کودتای هوگو چاوز، نیکولا نقش کلیدی در کمپین آزادی او ایفا کرد. وفاداریش بی‌پاداش نماند. 2 سال بعد نماینده مجلس شد. 6 سال بعد رئیس مجلس و به یکی از یاران چاوز تبدیل شد. او نقش اساسی در تصویب قوانین سوسیالیستی و نیمه کمونیستی کشور داشت و به دلیل ارتباط بسیار نزدیک با چاوز ابتدا وزیر خارجه و سپس معاون رئیس جمهور شد و با درگذشت چاوز سکان رهبری ونزوئلا به دست نیکولاس مادورو افتاد. موضع‌گیری‌های ضد آمریکایی و ضد سرمایه‌داری مادورو مستقیماً از تعلیمات ایدئولوژیک فیدل کاسترو و ادامه دهنده مسیر چاوز بود. نتیجه چه شد؟ فشار تحریم‌های غرب، انزوای بین‌المللی و سقوط اقتصادی کشوری که بزرگترین ذخایر نفت جهان را داشت. چاهای نفتی که در دوره چاوز بر سر سفره حلقه وفاداران بود، خشک شد. مادورو برای حفظ یاران به جای نفت اسکناس را انتخاب کرد. سبک حکمرانی اقتصادی او تولید ناخالص ملی را از 460 میلیارد دلار به حدود 100 میلیارد دلار رساند،
یعنی سقوطی 75%. تورم‌های 2 رقمی به 3 رقمی تبدیل شد و در سال 2018 به عدد باور نکردنی 63,000% رسید. دستمزد ماهانه مردم حدود $1 شد، در حالی که یارانه‌های دولتی معادل $120 نه کافی بود و نه قابل دوام. در این اوضاع بحرانی 8 میلیون نفر از جمعیت 30 میلیونی کشور از این جهنم فرار کردند. 80% باقی مانده در فقر مطلق سوختند. خرید و فروش غذاهای فاسد در بازارها رواج پیدا کرد. مادورو حتی بر اساس اصول ایدئولوژیکش جلوی کمک‌های بین‌المللی را گرفت و آن را سیاه‌نمایی دشمن نامید. به جای اصلاح، ارز ترجیحی، کنترل قیمت و بازار سیاه ارز در دستور کار قرار گرفت. توزیع غذای یارانه‌ای به شبکه‌ای از فساد بین یاران مادورو تبدیل شد و فقط 14% آن به مردم رسید. در دوران او 11 میلیارد دلار از پول شرکت‌های نفتی ناپدید شد. 22 میلیارد دلار به حساب همفکران سوسیالیست در بانک‌های خارجی منتقل شد. واردات شیر خشک با ارز ترجیحی و قاچاق آن با دلار آزاد به کسب و کار اطرافیان تبدیل شد، در شرایطی که 30% نوزادان جان می‌باختند. انتقال پول خودش تبدیل به یک بیزینس شد. افشای 40 شرکت زیر پوستی و مخفی در اروپا، به ویژه در بلغارستان، آبرویی برای او باقی نگذاشت و در نهایت تقلب در انتخابات برای حفظ قدرت در 3مین دوره ریاست جمهوری تیر خلاص به مشروعیت او بود. و اما تاریخ درباره نیکولاس مادورو نه با شعار بلکه با عدد و سند قضاوت خواهد کرد. او با مشت‌های گره کرده، ژست‌های ایدئولوژیک و حتی علاقه به موسیقی راک برای خود هوادارانی ساخت، اما نتیجه تفکر و عملکردش فروپاشی اقتصادی، فاجعه انسانی، سرکوب، نقض گسترده حقوق بشر و یکی از سیاه‌ترین دوره‌های تاریخ ونزوئلا بود. نسل کودکان و نوجوانان با گرسنگی، دارو، ناامنی و بی‌آیندگی بزرگ شدند و نسل جوان و میانسال با مهاجرت، رها کردن تحصیل و شغل و نام او در تاریخ ماندگار شد به عنوان مسئول سوزاندن 2 نسل از مردم ونزوئلا.